حالا شده یه کتابی بخونی و بعدش بگی خدا رو شکر که این زندگی رو دارم، خدا رو شکر که آزادم، خدا رو شکر که هر روز صبح آسمون رو میبینم، پرنده ها رو میبینم، با خانوادم حرف میزنم، دوستامو میبینم؟ بعد خوندن این کتاب شکرگزار خیلی چیزا میشیم. سلام، خوش اومدین به کانال یوتیوب من. تو این کانال کتابایی که خوندم معرفی میکنم و امیدوارم که شما هم دوست داشته باشین و بین این کتابا رو بخونین. امروز میخوام کتاب کلکسیونر رو معرفی کنم که نویسندش جان فاولزه. این کتاب توی ژانر هیجان انگیز و روانشناختیه. این کتاب راجع به یه مردیه که خیلی مشکلات روانی خاصی داره. این آقا خودش رو سوای همه آدما توی دنیا کرده. با عمش و دختر عمش زندگی میکنه. کودکی خیلی خوبی نداشته طبیعتاً و کلا خودش رو ایزوله کرده. هیچ دوستی نداره، با هیچ کس در ارتباط نیست. این آدم یه روزی عاشق میشه. عاشق یه دختری که خونش روبروی محل کار این آقاه. از پنجره خونه این دختر رو مدام دید میزنه. دختر رو دنبال میکنه، حتی دوستاش رو دنبال میکنه، کوچکترین حرکاتش رو زیر نظر میگیره و کلاً استاکش میکنه. حالا این آقا از شانس خیلی خوبش و یا شاید شانس بد بقیه توی یه لاتاری مالی برنده میشه و یه پول خیلی گنده‌ای رو به جیب میزنه. عمه و دخترمش یه روز تصمیم میگیرن که برن استرالیا و دیگه بر نگردن و خب این آقا از اونجایی که خیلی تنهاست میره یه خونه وسط جنگل میبینه، یه خونه خیلی گرون و خیلی بزرگ که ارتباط زیادی هم با بقیه آدما نداشته باشه و وقتی که این خونه رو میبینه این خونه رو تو نگاه اول و همون روز اول میپسنده. چرا؟ چون یه زیرزمین خیلی بزرگ داره که جای خیلی خوبیه برای اسیر کردن آدمایی که میخواد. این آقا این خونه رو میخره و زیرزمینش رو آماده میکنه و تجهیز میکنه و از همه اینا صرفا یه ایده است توی ذهنش که میخواد دختری که عاشقشه رو بدوزه و بیاره توی زیرزمین و اونقدر نگهش داره که اون دختر هم عاشق این آقا بشه. ولی این فقط یک ایده توی ذهنش نمیمونه. این آقا یک روزی این دختر رو توی خیابون میبینه، با ونش میره دنبال دختره و به دختره میگه من یه سگی دارم که حالش خوب نیست، باش تصادف کردم، پشت ماشینه و اینا. دختره میاد پشت ماشین که ببینه چه اتفاقی واسه این سگ افتاده و خب با کلروفرم بیهوشش میکنه و میبرتش به اون خونه و قصه از اینجا آغاز میشه. این آقا خب همونطوری که گفتم مشکلات روانی خیلی زیادی داره و واقعا در طول کتاب که این آقا رو توصیف میکنه واقعا میفهمید که یک روح تهی داره، تهی از هر گونه احساسی، تهی از هر گونه انسانیت و واقعا آدم وحشتش میشه که با همچین مردی یک جای اسیر باشه. و کتاب 2 بخش داره. یه فصل که تمام اتفاقات از اول تا آخر از دید آقا تعریف میشه و یه بخش دیگه که از دید دختره تعریف میشه و بخشی که از دید آقا تعریف میشه واقعاً نفس رو تو سینه حبس میکنه، چون که میفهمی این آدم اصلا شبیه یک انسان نیست، اصلا خیلی ترسناکه. و خب بخشی که از زبان دختر توصیف میشه باز هم خیلی غمگین و خیلی وحشتناکه. اون آشوبی که درون دختر است و اون وحشتی که داره از اینکه اسیر شده، اسیر دست مردی که اصلا شبیه آدمای دیگه نیست. این کتاب توی خب همونطور که گفتم ژانر هیجان انگیز و خب روانشناختیه، ولی اونایی که عاشق رمانای پلیسی و جنایی هم هستن هم میتونن این کتاب بخونن، بهشون پیشنهاد میکنم. موقعی که این کتاب میخوندم اصلا به صفحه کتاب نگاه نمیکردم که کدوم صفحه هم، به خاطر اینکه خیلی هیجان انگیز بود و خیلی درگیرم کرد و پایان به شدت شوکه کننده ای داره و اونایی که کتابایی با پایانای شوکه کننده رو دوست دارن هم بهشون توصیه میکنم که این کتاب بخونن. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدین. خداحافظ تا ویدیوی بعدی.